یگان چیز دود میکردگی را نکشن با انسان زلالی قطعی داره. این یک طرف در کیس است. از ضرب نوزکشی را میگن که جگر در نوز زلال داره. آهک داره نوز در ترکیبش وقتی که او قرد میکنی او دهان تا با جگر تا میویا. لیکن خیلی هست که همین نوسا هرچند کوشش میکنیم چند بارشون هیچ نکیم بس کرده باشه. تماکو کومو استعمال نمیکنیم لیکن نوسا خیلی روسیگا بکشیم مثلا. تماکو یگان منفیتی ندارد به سلامتی انسان و یکی از ضررهای بسیار خطرناک آن همین است که پیش از همه معده سر انسان را خراب میکند، شخص را عصبی میکند و در برابر این همه باز زمان وقتی که انسان نسل پیدا میکند در نزد نزدیکان تماکو میکشد، اما دود تماکو میتواند که ششهای فرزند را به ششهای فرزند ضرر رساند و به ششهای تمام خانواده دل و دیگر جوهر الکل میبرد. میدونن که به سلامتی انسان ضرر دارد، برای همین خاطر ما خیلی چیزا را استعمال نکردیم تا زیرا. آدم نوس نمیکشه دلش یخل کل میکنه. آدم نوسکش تست سیگارت که کشید همون شش خودش همش قلوش محکم میشود. چه که پرده میگیره با اساسا آدم ایپو غلطوندنش ممکنه. خط تست پاتوفتین. همین خاکی همین مثال عمر دراز شوا و سلامتی ناز نوسا می پاتوی سیگارت کتی. مقصد میگم که همین کلا نکنن همین چیزی که نوسا میخرن اون نوسا پولش جمع کنی یک کمبودی زندگی میشود. مقصد یا فرزند یا پوپشی میگیری یک لباس میخری یا بهترین کار میشه.